از عدالت، از صداقت، از وطنداری، از حقیقت، از صفا شاهنامه باید خواند. درود فراوان نثارتان بینندگان عزیز و ارجمند تلویزیون علم و طبیعت. برنامه نوبتی شاهاثر بی‌زوال نثارتان بود. در این برنامه کوشش کردیم چهره‌های نوی سخندان و سخنور را گرد آوریم تا که از بهترین داستان‌های شاهنامه بهر ما انعام و ارائه نمایند. تمام داستان‌های شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی ورد زبان عامه اند و اندک پیش چگونه که همه می‌دانیم کتاب شاهنامه بی‌زوال در هندوستان به چاپ رسید. شاهنامه از لحاظ حجم و صحیفه بندی در عالم یکی از کتاب‌های نادرترین و پرارزشترین به حساب می‌رود. امروز افتخار مردم ما، افتخار ملت است که کتاب شاهنامه کتابی است با چندین زبان برگردان شده، کتاب روی میزی صدها دانشمندان و عموما ملت و خلق‌های گوناگون. در پیروی داستان‌های شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی شاعران معاصر ما نیز در انا همان قهرمان‌ها به مثل تهمینه، به مثل رستم، به مثل سهراب، رزمگران شاهنامه اثرها، داستان‌ها ایجاد کردند که ادریس باوبکوف در این باره از لایق شیرعلی درباره تهمینه هم داستان قرائت می‌کند. مرحبا. تهمینه‌ام از درد و غم دو نیمه‌ام، در حسرتی سهرابی‌ال درج غمان شد سینه‌ام. سهرابی من، مهرابی من، خورشیدی من، مهتابی من، در این جهانی بی کسی یکتایی من، نایابی من. در دشت کین سرگشته شد، در خاک و خون آغشته شد، و از مهر رستم زاده شد، و از قعر رستم کشته شد. افتاد از بالای زین چون اختر از چرخی برین، شیری سفیدم از تنش دریای خون شد بر زمین. گل چینی دورانم گذشت، گل ریزی بستانم گذشت، تیغی که رستم زد بر او از جوشن جانم گذشت. تشکر زیاد میگیم با ادریس. شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی پیام‌آور روح و جان ملت است و بی شبهه نه تنها شاعران زمان معاصر تاجیک بلکه دیگر شاعرهای آریاتبار که پیوسته در پیروی داستان‌های شاهنامه داستان ایجاد کردند و محض ورد زبان صدها دانشمندان و دوستداران کلام فردوسی است آن همان داستان‌هایی که امروز قرائتشان در برنامه‌های هر وقتینه شاهاثر بی‌زوال ارائه می‌گردد. فردوسی احساس وطنخواهی و خاطرات مشترک ملی و فرهنگی ملت تاجیک را با آن همان قهرمان‌ها، با آن همان جشن‌های نوروز و مهرگان و صده فاش می‌سازد. کتاب تاریخی است، نادر است و امروز دسترنج همه مردم سربلند است. اینجا باشد بینندگان گرامی داستان میشنویم در قرائت نوربانو قربانова. داستان از آوردن رستم کیقباد را از کوه البرز. بر رستم چنین گفت فرخنده زال که برگ کپل بیافراز یال. برو تا زیان تا به البرز کوه، گزین کن یکی لشکری همگروه. ابد کیقباد آفرین کن یکی، مکن پیش او در دیگر اندکی. بدو هفته باید ای در بوی، گه و بیگاه از تختن
نغنوی بگو که لشکر تو را خواستند، همه تخت شاهی بسیار آراستند. نادر بودن شاهنامه حکیم فردوسی این به واسطه به مؤلفش باز هم به سرچشمه ها رو می آوریم. مؤلف خود حکیم ابوالقاسم فردوسی 30 سال عمری پرباری خویش را برای ایجاد و انشای این شاهاثر بی‌زوال صرف کرده است. ببینید که امروز تاریخ از آن افتخار میکنند و امروز معرفگر یک قوم، یک ملت است که از آن افتخار کردن برای هر یک شخص وطن دوست و وطنخواه گرامی است. هر پارچه های آن امروز چه درباره خرد، چه درباره دانایی که پیوسته حکیم ابوالقاسم فردوسی تلقینگر دانش و علم و فرهنگ است، در تمام گوشه و کنار مملکت، چه در جایهای فرهنگی چه در جایهای علمی، ورد زبان عامه هستند. بینندگان گرامی، اینجا باشد داستان میشنویم در قرائت ابراهیم خرسندزاده. داستان از پاچه رزم سهراب با گلدآفرید. چو آگاه شد دختری گژدهم، که سالار آن انجمن گشت کم. غمین گشت و برزد خروش بدل، برآورد از دل یک باد سرد. زن بود برسان گرد سوار، همیشه به جنگ اندرون نامدار. کجا نام او بود گلدآفرید، که چون او به جنگ اندرون کس ندید. چون ننگش آمد ز کاری هجید، که شد لاله برگشت به کلدار خیر. بپوشید درعی سوار به جنگ، نبود اندر آن کار جایی درنگ. نهان کرد گیسو به زیر زره، بزد بر سر ترک رومی گره. فرود آمد از دیش به کلدار شیر، کمر بر میان باد پای به زیر. به پیش سپاه اندر آمد چو گرد، چو رعدی خروشان یک ویله کرد. که گلدان کدامند و سالار کیست، زیر از ماوران جنگ را یار کیست. که بر من یک آزمون را به جنگ، بگردد بسان دلاور نهنگ. ز جنگاوران لشکری سرفراز، مرو را نیامد کس پیشواز. چو سهرابی شیرافشان او را بدید، بخندید و لب را به دندان گزید. چنین گفت کآمد دیگر باره گور، به دام خداوند شمشیر زور. بپوشید خفتان و بر سر نهاد، یک ترک چینی به کلدار باد. بیامد دمان پیش گلدآفرید، چو دختی کمان کفته او را بدید. کمان را به زه کرد و بگشاد بر، نبود مرغ را پیش تیرش گذر. بر سهراب بعد تیرباران گرفت، چپ و راست جنگی سواران گرفت. توانا بود هر که دانا بود، به دانش دل پیر برنا بود. لحاظ ذهن شاهاثر بی‌زوال یعنی که شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی داستان‌های دارد که دیده درا است. به کس، به خواننده یک الهام وطن دوستی، یک الهام خودشناسی را باز هم دوچند می افزاید. واقعا اگر که رو آوریم به داستان‌های حکیم ابوالقاسم فردوسی، جبهه‌های دارد که تلقین می‌سازد کس را به مطالعه پیوسته. در موضوع علم داستان دارد، در موضوع خرد جداگانه که واقعا هم از خواننده خرد آغاز کرده تا کلان سال واقعا هم از آن یک غذای معنوی برداشت میکند. هر نفری که امروز داستان‌های شاهنامه را میداند و اون که ورد زبانش است، الکی شاهد است در بزرگی خرد، در بزرگی علم و دانش. فردوسی تلقین مصرع‌های بای دارد که هر نفر اگر دانشمند باشد، خودآموز باشد،
اگر علمی از بر کرده باشد و یا اینکه هنری داشته باشد و بالای این همه خردمند باشد، او همیشه والاگزیر و والاگزین است. بینندگان گرامی، آخرین شرکت کننده برنامه را میشنویم و با قرائت یک داستان نادر امروز در مهمانی ما حضور دارند اسلامزاده الیاس بیگ. داستانی ضحاک. چو ضحاک بر تخت شد شهریار، بر او سالیان انجمن شد هزار. سراسر زمان بد او گشت باز، برآمد بر آن روزگاری دراز. نهان گشت آیین فرزانگان، پراکنده شد نام دیوانگان. هنر خوار شد جادوی ارجمند، نهان راستی آشکاری گزند. شده بر بدی دستی دیوان دراز، ز نیکی نبودی سخن جز براز. دو پاکیزه از خانه جمشید، برون آوردن لرزان چو بید. که جمشید را هر دو خواهر بودند، سری بانوان را چو افسر بودند. ز پوشیده رویان یکی شهرناز، دیگر ماهرو به نام ارنواز. به ایوانی ضحاک بردندشان، بعد آن اژدها فش سپردندشان. بپروردهشان از ره جادویی، بیاموختشان از گژ بدخویی. ندانست خود جز بد آموختن، جز از کشتن و غارت و سوختن. چنان بود که هر شب دو مردی جوان، چه کهتر که از تخمه پهلوان. خورشگر ببرید به ایوان شاه، و از او ساختی راهی درمان شاه. بکشتی و مغزش بپرداختی، مران اژدها را خوری ساختی. دو پاکیزه از گوهری پادشاه، دو دوری گرانمایه و پارسا. یکی نامش ارماییل پاکدل، دیگر نام کرماییل پیشبین. چنان بود که بودن روزی به هم، سخن رفت هر گونه از بیش و کم. ز بیدادگر شاه و از لشکرش، و از آن رسمهای بد اندر خورش. یکی گفت ما را به خوالیگری، بباید بری شاه رفت و بری. و از آن پس یکی چاره ساختند، ز هر گونه اندیشه انداختند. نیاکان ما نامداران بودند، به دهر اندرون تاجداران بودند. 100 ساله ها خدمت چنین ابرمردان قدر می شود. واقعا با نگاشتن این آثار پرقناوت، فردای ملت، فردای یک خلقیت را معلوم می سازند. آثار حکیم ابوالقاسم فردوسی در هر جای دنیا معرفگر آثار بیگزند و مردم تاجیک است. و امروز چه در خود تاجیکستان و بیرون از آن، داستان‌های شاهنامه واقعا هم با همان قهرمانی‌های رستم و سهراب، اسفندیار و بیژن ملت تاجیک را معرفی میکنند. و هر نفری که از این داستان‌ها مطالعه کرد به خود برداشت گرفت و به خود علمی برداشت کرد و در برابر این خودشناسی و خودآگاهی خویش را در پاس داشتن همان مرز و خاک اجدادی گرامی داشت. بینندگان گرامی، اینجا باشد خاتمه میبخشیم به برنامه نوبتی شاهسر بیزوال. برنامه‌های دیگری تلویزیونی علم و طبیعت ادامه دارند. با ما باشید.